فاک زیاد تراژدی نمیسازیم. سلام دوستای عزیز، روز بخیر. انشالله که روز خوب و خوش داشته باشین. ما همچنان امروز برآمدیم از گست هاوس خود به سمت کشور لاوس حرکت میکنم. امروز بخیر وارد کشور لاوس میشم و بیاین که با هم یک جای ببینیم که عبور از سرحد کشور لاوس به چی شیوه است و کدام مراحل باید طی بکنم و تا 2 یا 3 ساعت بعد ما داخل لاوس میشم. باید دخولی و ویزا اینا رو دریافت کنیم. تمام مراحل بیاین با هم یک جای ببینیم. فراموش نکنین کانال ما لایک و سابسکرایب نمایید. نظریات، پیشنهادات، انتقادات داشتین در کامنت بنویسید. خربوزه داره، اینا همراه خربوز. یک امتحان کنیم. یک دانه خربوزه بگیریم از اینجا یک امتحان کنیم چطور است مزهش. خب دوستا سر راه ما اینمی تربوز فروشی و خربوزه فروشی آمد. حالا میجا استارت کردم. یک دانه تربوز بسیار خورده گرفتیم. اولی را تست میکنیم، بعدا یک خربوزه خود خوردیم ببینیم مزه از اینا را چی شکل است که خوشمزه است یا نه. میخوریم. بسم الله گفته. خوب شیرینه تو. شیرین و همراه چی میگن؟ درشت. Chiếc vật tê thì lăng không vật tê. Come on. Come on here, come on. Good, yeah. Are you going to Laos? No. خیلی تربوز خوشمزه بود. یکم خربوزه را خوردم هیچ مزه نداد. تربوز خوشمزه بود. 2 دانه تربوز خوردم. والا شطور فقط در صحرا بانه.
با اجازه تون عالمی پول از اینا رو پرداخت کنم و آرام آرام به طرف سرحد حرکت کنم.นี่สองเป็นใหญ่นี่อัพมาดิโอเคមួយពាន់500 Do you have water? Thank you. دوستان نگوین که چرا که دوستان خود در بالای خود بکنی. تکرار شدم میدم اصلا ولی دیگه چیز نیست. نمی کالای هم با اسکیل هست هم صافی است هر چیز. یا زهره خراب کنم. Thank you. Bye bye. حالا خوب یک تربوز پوری شد. خربوزه خو خربوزیش عین خربوزه یک رقم خربوزه های مزار هستک که در داخل مزار فروخته میشه. این قواری کدو داره. خوب اودار بود ولی یک بیمزه شیرین میرین چیز نبود. فقط کدو رو بخوری. حالا آرام آرام به سمت کشور لاوس حرکت میکنیم. انشالله تا یک ساعت دیگه به سرحد میرسیم بخیر. حرکت. اسب بچیم 2 دانه خربوزه را خوردی. تربوزه حرکت کو دیگه. مستان بدرنگان که 2 دانه تربوزه خوردی. شطور والا که در صحرا هم قدر بخوره که تو خوردی ناصر. نزدیک سرحد کشور لاوس شده رایستم. بسیار آرامی است. 1 دانه موتر و یک کس را نمیسر را ندیدم. حالا من باید گوگل سعی کنم که خیرتی است یعنی رای صحیح است یعنی اوکی. از سرحد چقدر فاصله دارم؟ این میرای سرحد هستک. تا فعلا ترافیک نیست. هیچ کس را نمیبینم. در راه تنها هستم. دیگه فکر کنم که شاید موتر چیزها و سنا نرن یا روز صبحکی وقت است. ساعت 9 بجه روز هستک. نمیدانم. اینمی راه سرحد هستک. فقط فکر کنم 1 نیم ساعت دکان که با اسکیل بزنیم و میرسیم به سرحد بخیر. این اشاره که مرکزی برابر شدیم. حداقل یک چند نفر دکان اینا را دیدیم. پس اوکی دیگه ما فقط حال خود نزدیک سرحد کرده میریم تا مراحل ویزا گرفتن و اینا را پاس بکنیم. چون ویزا ندارم همراه خود. قسمی که من معلومات کرده بودم پیش از رسیدن ویزا آن ارایول بودک، یعنی زمانی که میرسی ویزا در سرحد برایشان. قسمی که در کشور کمبودیا بر ما ویزا پاسپورت زد. اینا هم همون شکل خاطر کار کردن. دوستا که قسمی که میبینین
راههای فرعی بدون خطر همچنان نیست. من راههای عمومی که در کشور زیاد انتخاب میکردم که راه عبور و مرور مردم باشن، چون در کشور زیادتر جاها ماینگذاری شده است، ماینای خونسا نشده همونطور مونده، ولی علامات ماینگذاری است. قسمی که در درخت میبینین در جنگل اجازه داخل نیست، ولی کم راه هست که چی داده ساین داده لوحه زده که خطرات ماین وجود داره در جنگل و ما خود نزدیک سرحد کشور لاوس کرده میریم. ما منظور من از من است که ما که میگم منظور ما ای است که شما همچنان همراه برنامه هستین، نزدیک کشور لاوس خود میکنیم. در این سرک عمومی خود میگیریم تا لحظات بعد نزدیک سرحد میشیم. وای ما کدام چیز گزید با خدا. اوف. یعنی چرا از من زنبور زده چیز زده دوستا، این قسمت یعنی یکی سخت گشت. اوف. بعد رقم سوخت داره. کدام چیز زمی جرابم زد خدا. این سرخ میبینید دوستا، این قسمت از بعد رقم سرخ داره. من همون نیش کدام چیز از همونطور مانده. این زنبور بود چی بکن شما. باز دیسینفکشنش کردیم دیگه، ببینیم که با سرحد نزدیک هستم تا موج خود برسانم. زنبور خیره کمی باشه مالاریا نباشه. تا این یک لغت شده این قسمت چی باشه. اوه والا درد گرفت شه. پلیس سرحدی کشور کمبودیا fuck shit.
ببخشید اوف اینه میگه فکر کنم که عرق سرش میرسه یک پاک کنم میره سعی کنیم در کجا هستیم که نزدیک ما جای هست یعنی با سرحد بسیار زیاد نزدیک هستم بسیار زیاد نزدیک اونموجه رفته یک معمولا یک جای خود بوده که سعی منظم بشینیم پایدل که میزنم سوختش زیاد میشه مواد دیسینفکشن زدم دمو کمک ولی سوخت آرام کرد ولی بازم سوزش دارم اون قسمت فکر کنم که زنبور بوده گزیده حالا باید میگریشن پیدا کنم که در کجا دکلی خود میتونیم بگیریم یا خروجی کمبودیا را اوکی لاوس تمام موترهایی که منتظر هستن Officer, that way. Okay, come here or just go? You go to Lao, right? Lao, yeah. Okay, thank you. سرحد آرام و آرامیست هیچ کس حالا درد میکنه پایین با خدا هلو خروجی کشور کمبودیا را گرفتیم حالا به سمت کشور لاوس حرکت میکنم تا دخولی از او کشور را بگیرم و درخواست ویزا بدیم ساهای ممنوعی هست که اجازه فیلمبرداری نبود دیگه حالا فقط می کامره‌ای که در اسکرین نصب هست اینمی حرف میزنم
کامری دیگر در دست خود نمیگیریم که برای ما کدام مشکل ایجاد نکنه. کشورهایی هست که آسیایی است که در کدام دندان و جنجال نفتیم بیادر احتیاط میکنیم. اوکی کجا هستیم ما؟ گیت خب پایین است، فکر کنم دیگر راه نیست، میره باشه باید برین دیگه. غیر قانونی داخل خاکشان نشین که بیادر از کدام روی حالا از کمبودیا خارج شدیم و سمت کشور لاوس در حرکت هستم. فکر کنم اون دروازه دخولی است روبروی ما. هلو لاوس دیه اوکی اینترنشنال بوردر چک پوینت. اوکی حالا فعلا در سرحد هستیم اینجا که باید ویلکم تو لاوس. یا کم اینجا Can I take a photo here? SIM card. Lau. Can I take a photo of me here? Please, thank you. Come take this. Press this with this. Sit here. Oh, okay. Take photo. Okay, okay. Photo. Xong anh ơi. Xong đấy, tôi sắp cầu. Dạ bơi đây mà. Tôi sắp. Ba. Thank you. عکس ما رو خوبش نگرفت. بخیر. Visa service here? Visa. Excuse me.
کشور 24 داخل شدیم بخیر. این 24مین کشور دنیاست که من رکاب میزنم. حالا فعلا داخل کشور لاوس شدم. عقب مرا که میبینی اینجا دفتر میگریشن است یا سرحد اینجا موقعیت داره. کامرا و اینا رو در اینجا قید کرده بودم، اجازه نبود که فیلم برداری شود و تا اینمی ساعت اجازه فیلم برداری نیست. از این بابت اجازه فیلم برداری هست تانستم که از این فیلم بگیرم. برای من فرم داد. اول فرم خانه پوری کردم و ضرورت به این بود که عکس بگیرم. بر فرم رفته عکس گرفتم و همراه می لباسایی که داشتم عکس گرفتم به خاطر فرم خانه پوری کردم. پرسان کردن از پیش ما که در شب اول باید من در کجا می باشم، در کدام هاستل یا گست هاوس، یک نام یک چیزی رو باید پیدا کنم. در گوگل نام یک جایی رو پیدا کردم، برشان دادم، نوشته کردیم. خب مهم نیست، مقصد یک آدرس نوشته شود. فرم خانه پوری میکنم و $40 پول دخولی کشور لاوس را پرداخت کردیم، یعنی $40 پیسه ویزا را پرداخت کردیم. حالا فعلا ما یک ماه اجازه دارم همراه مو ویزا داخل کشور لاوس زندگی کنم و باشم. تقریبا در حدود 45 دقیقه پروسسش طول خورد تا که پاسپورت اینا ما را گرفتن، برام ویزا دادن و منتظر ویزا بودم. حالا تمام مشکلات حل شده بخیر. ویزای خود گرفتیم و سفر بخیر ادامه میدیم. حالا به سمت ما میریم، یک گست هاوس پیدا میکنیم، به سمت ما میریم و یا خوشحال هستم، خیلی خوشحال هستم دوستا. حالا دلم میشه اینجا فریاد بزنم. 24مین کشور است که امروز ما داخل میشم. 24مین کشور. زمانی که ما هی بایسکیرانی رو شروع کرده بودم یا مفکوریش برام پیدا شده بود که باید من شروع بکنم، کسی باور نداشت بالای من. هیچ کسی باور نداشت. واقعا مسخره میگرفتن، با تمسخر میگرفتن که ما بتونم اینقدر راه را تا فعلا بیایم و بیشتر از 20,000 کیلومتر رکاب بزنم و 24 کشور دنیا را تا فعلا رکاب بزنم. کسی بالای توانمندی ما اعتبار نداشته، ولی پیام از برای کسایی هست بالای توانمندی خود باور داشته باشین، بالای استعداد خود باور داشته باشین، از انسان‌های منفی دوری کنین دوستا. چیزی که آرزویتان است، هدفتان است، به خاطر از اونمو تنها مبارزه بکنین. من افتخار دارم، بالای خود افتخار میکنم، بالای توانمندی‌های خود افتخار میکنم و بالای همون ذهنیت قوی خود که من تانستم تا فعلا به اینجا برسانم. خدا اوکی، زیاد تراژدی نمیسازیم. کشور لاوس در مسیر رای من نبود. مسیر رای من ویتنام و کمبودیا و تایلند بوده، چون بین تایلند و کمبودیا سرحد خود بسته کرده بودن. من مجبور شدم که راه خود تغییر بدم، بیایم که لاوس از لاوس داخل تایلند شوم که تقریبا در حدود 1500 کیلومتر تفاوت کیلومتر بالای مسیر بایسکیرانی ما آمد و من به اون خاطر هیچ هدف نداشتم که داخل کشور لاوس شوم و یک کشوری بود که سرپرایز برام برابر شد که من باید داخل از این کشور شوم. خوش دارم چالنج‌ها را در مسیر راه. حالا ادامه میتیم به مسیر خود. بیاییم که با هم یک جای سفر بکنیم. یک نان چیزی بخوریم باز بریم پیش حرکت کنیم دوستا. هلو. You want to take fried rice or meat soup? Sorry? You want to eat rice? What do you have? Have fried rice and meat soup. Meat soup. Where come from? Afghanistan. Oh, good. Where you go? Laos, here. Now. Yeah. Then Laos, go to Thailand. Oh, Thailand. Good. Okay, bye. رستوران سر راست
در اینجا میشینیم و یک غذا نوشجان کرده بعدا به مسیر خود ادامه میتم. اونجا مرغاستک تو بیا اگر اجازه بتن یک فیلم بگیریم. مرغاستک میبینیم کنایفه اوه این مرغ جنگی هم هستک دوستا. اینجا توقف میکنیم. از گست هاوس بسیار فاصله کم دارم. اگر خوب همونطور شیمه‌ای یک بایسکل بزنم 1 ساعت، در غیر از اگر تنبلی کنم 1.5 ساعت راستک. دیگه پای سوزش داره. فکر کنم میره کدام درام و کدام زنبور گزیده و کدام چیز بوده که جرام چسبیده خود زده و پس هفتیده. ما بچهش به خود ندیدم ولی بعد رقم سوخت میکرد. از من میخورم بسیار خراب است. در حتی زنبور و چیزام بیخی حساسیت پیدا میکنم. تا که دوای حساسیت نخورم آرام نمیشه سوزش از او. خوی خوب است که موضوعی که تمام چیزایی که ما یکم معلومات گرفته بودم همین خزنده باب یا که هر چیز که گزیرتون از زود که بالای از او را دیسینفکشن بزنین. همین دیسینفکشن که هست بوتلش ما همیشه در پشت سرم می باشه. ای از زده است زده افتاد است. سانیتایزر دیگه به حساب شما بخورید. سانیتایزر کسی بسیار مفید بوده. این به خاطر باکتریا و کشنده باکتریا و ویروس هست. وقتی که جایتان یک چیز زنبور چیز بگذاره رویش از این بگذارین خوب بزنین بشوین اما قسمت چون زهر داره. یه دمرای زهر از این گت میشه بازم هم تاثیراتش خنثی میکنه تا حد امکان کم میسازه که درد اینایش کم احساس بکنی و نتانه زودتر خود اسپریت کنه. این من یک تپس پیش از سفر خود خوانده بودم ولی امروز خیلی مفید واقع شد. زود که از این زدم واقعا نمی کمک کرده. تصمیم دارم که چند روز بایسکلرانی را استاپ کنم. حداقل 1-2 روز تفریح بکنم. تا فعلا در حدود 700 کیلومتر بدون توقف زدیم. یعنی هر روز ما بایسکلرانی کردیم. احساس میکنم که پایم بسیار خسته شده و باید 1-2 روز وقت بتیم که ریکاوری شود و پس دوباره انرژی بگیرم و که به مسیر خود ادامه بدم. و از پاکسی که داخل تایلند بریم ما باید گزینه دوم پیدا کنیم چه رقم میشه اگر بس شود که بس بایسکل مرا بگیره از اونجا مرا تا بانکوک تایلند برسانه. کدام گزینه از نمیفهم چون از شهر پاکسی تا بانکوک تقریبا 8.5 کیلومتر دیگه است. ما اگه 8.5 کیلومتر آمدیم خود یک تا پاکسی 100 کیلومتر دیگه است. 120 خود 1600 کیلومتر توتال میشه. حالا ما از پاکسی تا بانکوک برام 800 کیلومتر دیگه را ما هیچ از داخل اون مسیری که ما تصمیم گرفته بودم که باید اون مسیر بزنم هیچ به مون نزدیک تا نشدیم. ما از بخیت تو فاصله گرفتیم به خاطر از وقتی که سرحد کشور کمبودیا با تایلند بسته شد که بخی تقریبا یک بی برنامگی در سفر ما به وجود آورد. گزینه تیزترش همی است که ما خدا کنه بس بتونم جور کرده که بس مرا تا بانکوک برسانه و از بانکوک پس همون مسافت که پس اون مسیر خود می بتونم بایسکلرانی خود بزنم و همون کشورهایی که در مسیرم است ما از اونها عبور بکنم. در غیر از او اگر مجبور شوم که بایسکل بزنم در حدود 10 روز دیگه ما وقت میگیره تا بانکوک برسم. بعد از اون ما دمو روت که برنامه گرفته بودم پس دمو برابر شوم. کم جنجالی است و وقتی که شهر بعدی رسیدیم و همه چیزها را در اونجا انشالله برنامه ریزی خود کردم و ببینیم که چه رقم پیش میره. مصارف اضافگی روی ما آمادگی دخول از این کشور نداشتم. ما در این کشورم باید داخل شدم، در این کشورم ما باید ریکاب بزنم و پیسه ویزا بدم و پس از این کشور خارج میشم. از تایلند نمیفهم دیگه. از تایلند فکر نکنم ویزا کار داشته باشه. نمیفهم آنلاین میتونم درخواست ویزا تایلند بکنم.
اوکی اینه میشده که اینو غذا ما آمد. برنج همراه تخم مرغ آردر داده بودم. برنج ترکاری همراه تخم مرغ. مزه ازی چطور هستک؟ مزهش فعلا دیگه خدا میفهمه تا وقتی که ما وقت میفهمم که اینم یک داخل شکمم بره بازو میتونم بر شما مزه ازی رو بگویم. خوب خوشمزه است ولی برنج خوب جور میکنن همراه ترکاری. پیازم بسیار نرم ملایم دقاتش میباشه. ترکاری یک کارم زیاد نرمم نمیشه زیاد سختم نمیشه. زیاد دندان آدم که میجوه خوش آدم میام. روغن زیاد نداره و هم سوس خودشان است که در برنج میندازن اضافه میکن که می خوشمزه میسازیشه. با اجازهتان ما همی غذا را نوش جان کرده و شما همچنان تا فعلا اگر یوتیوب ما سابسکرایب نکردین همین لحظه رفته یوتیوب سابسکرایب بکنین و از ما حمایت نمایید. تشکر. Excuse me. Nakaburi Hotel. Nakaburi. Tham cái chạy buồn đó, các bạn. Con này có xá. Nakaburi there? Hả? Nakaburi. Gì vậy rồi? You don't know? Cái tham cái buồn đó. Thang nhẹ cái đó. Another one, this one? Yeah. Tham cái gì thang nhẹ. Yeah. Yeah. Okay, thank you. من iPhone چی گفته خو ببریم اونجا یک کس دیگه بسیم. Thank you. اینترنتمون که کار بده چون عکس ساختمان هم مانده بود میتون حسابم بفهمم که کدام هست. اینجا باید دوون سرک پس رو در بخوریم. میگن در پشت سر از اینی ساختمان ها هتل ناکابوری است یا گست هاوس ناکابوری. در این سرک نیست. گوگل خمار دمی سرک آورد. اوکی. هفته هم بسیار شدت پیدا کرد. گرمی زیاد است. او ناکابوری هتل.
درک دار بخور باز دستنا زد بخور چنسوس ناکابولی هتل ناکابولی هتل هم رستوران چکر نشدیم خاطرمون کم نشده آمد دیگه سون آدرس میده جای خودشان است بالاخره یک طریقه تانستم که بفهمانمشانه که ما جای میخوایم یک شو یک اتاق یا یک جایی که مقصد خواب کنم اینا گفتن ما داریم در اینجا حالا اتاق میخوای برای من نشان بده This? اینا دوست که ناکابولی هتل ما برای جان نشان میتونیم میگه از رای پشت سر برو ای خودت این ناکابولی هتل این هتل است که ما میخواستم جای این مرا از پشت سر دیگه کجا روان میکرد پشت نخواد سیاه Yeah, ده ناکابولی هتل ناکابولی این می هتل برشان گفتم میرم نامشم نوشته بکنم میگه از راه پشت سر برو در حالی که می هتل خودشان است $10 and $2 ship điện thôi này ốt ship điện bưng này ăn tí bưng này để $10 پیسه نداشتم و $2 دیگه ش پیسه خودشان هم میتم ببینیم چند میشه Can I get that? Okay, key. Key dear? Okay, yeah, thank you. Thank you. اوکی اتاق گرفتیم یعنی بیادر دمی اتاق هم دمی نزدیک ما اینا ما را میگن رای پشت سر برو ای خانه پر پلاو بچه غریبه چرا سرگردان میسازیم
کدام اتاق بود؟ اینمی اتاق $12 هست پیش میاد. همراه ایرکندیشن هر روز $12 بالا میریم. خب دوستان، برنامه را همینجا به پایان میرسانیم. سفر امروز طولانی نبود، سفر خوب بود. از کشور کمبودیا حرکت کردم به کشور لاوس رسیدیم. دخولی بسیار آرام پیش رفت. دخولی کشور لاوس فقط یک 40-45 دقیقه وقت ما را گرفت تا فرم ویزا را درخواست کردیم و خانه‌پوری کردم و عکس گرفتم برشان دادم و برای ما ویزه 1 ماه را دادن و $40 پول ویزا را پرداخت کردم. تمام مشکلات و مراحل ویزا طی شد بسیار راحت. سرحد بسیار آرامی بود، مسافرین نبود کسی. فکر کردم کسی زمینی و قدر رفت آمد نمیکنن، نمیدانم چرا. سرحد آرامی بود و کسی عبور مرور ایجاد نمیکرد. و ما همچنان تقریبا 27 کیلومتر از سرحد دورتر نزدیک یک شارک قریک رسیدیم. اینجا دینمی گست هاوس شب سپری میکنم. فردا به طرف شهر پاکسی حرکت میکنم و بعد از او در شهر یک چند روزه توقف میکنم. واقعا خسته هستم. من 700 کیلومتر تا فعلا مرکاب زدیم و از این به بعد من تقریبا 120 کیلومتر فردا رکاب میزنم دیگه. واقعا خسته هستم، زیاد خسته هستم. یک روز 2 روز استراحت ضرورت دارم تا که بتونم دوباره پس انرژی خود بگیرم و با مسیر باقی خود ادامه بدم. دوستایی که میخواین از ما حمایت بکنین، کانال یوتیوب سابسکرایب بکنین، نظریات، پیشنهادات، انتقادات داشتین برای ما در کامنت بنویسید. شما را تا برنامه بعد بالای پاک و بی نیاز میسپارم. خدا حافظ.